دنیا اساساً برای یک مؤمن و مسلمان محل امتحان و آزمایش است. یعنی یک بنده مسلمان نگاه او به دنیا اینگونه باشه که من اینجا دارم آزمایش رو پس میدم، از من امتحان گرفته می شود. فقط برد و باخت در روز قیامت مشخص میشه و برد و باخت هم بر پایه و اساس این نیست که انسان تو این دنیا چقدر داشته باشد از نعمتهای گوناگون یا نداشته باشه، نه خیر، بلکه عکس العمل یک انسان مؤمن در برابر نعمت هاست و در برابر مصیبت ها و گرفتاری هاست. اگر انسان مؤمن در برابر هر نعمتی که الله عزوجل به او داده بنده شاکر و سپاسگزار باشد و سعی بکند که با اون نعمت و دارایی و هستی خدا رو شکر بکنه و در جهت و مسیر و راهی که رضایت الله قدم برداره، اون برده، این موفقیت، این پیروزیه. و اگر مؤمن و مسلمان در برابر مصیبت ها و گرفتاری ها و فقر ها و ناتوانی ها و هر بلایی هم که بر سرش میاد صبر و تحمل داشته باشه، بازم خدا رو بندگی بکنه و اونگونه که الله از او خواسته زندگی بکنه، او هم برده. همون بلا و همون مصیبت برای او موفقیته. چرا؟ چون صبر کرده، خویشتن‌داری. همون گونه که نعمت هم برای بنده شکرگزار موفقیته. و الا اگر انسان تمام دنیا در اختیار او باشه، بهترین ها از مال و ثروت و زور و قدرت و شهرت و آگاهی و هر چه بگید خداوند به یه انسان بده، ولی این انسان خدا رو نشناسه، از الله فاصله بگیرد، راه بندگی رو در پیش نگیره و شکر الله که به عنوان واهب النعم هست و نعمتها به او بخشیده رو در پیش نگیره و شکر نکنه، او بدبخترین انسانه. پس ما اینگونه به دنیا نگاه بکنیم که دنیا محل امتحان و آزمایش است، محل بندگی است. موفقیت ما در بندگی و چگونه بهره مند شدن از نعمت هاست.